خیلی خوب. آرش من بگم پایتخت ایران کجاست؟ اجازه پایتخت ایران اجازه آسیا اجازه. پایتخت ایران پایتخت ایران پایتخت ایران افغانستان. پایتخت ایران ترکمنستان. دماوند. پایتخت ایران کجاست؟ رشت. ایران تو کدوم قاره است؟ دماوند. آفریقا. آسیا. قاره آفریقا. آذربایجان. حافظ کی بود؟ حافظ شیرازی. حافظ یه دونه از شاعر خوب ایران است. حافظ کسی بود که شعر میگفت با مردم خوش رفتاری میکرد. شعر میساخت. چه جور شعرایی؟ منظومه سعدی. دانشمند بود. دانشمند شیرازی. اجازه حافظ توی فیلم بازی میکرد. اجازه شعر درست میکرد در کتاب راهنمایی. شعر مینوشت و فال مینوشت